سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ حالتون خوبه؟ امروز اومدم یه جایی رو بهتون نشون بدم، مخصوصا برای او کسایی که از شهرهای دیگه در وین میخواین بیاین یا که توی وین هستن میخواین یک جایی برن و یک جای خیلی خیلی خوب که سری میرسین. یه پارک خیلی بزرگ، خیلی هم قشنگ و توی ویدیو حتما اسمشو میذارم بهتون نشون میدم اینجا کجاست و میگم که کجا هست. بریم با هم دیگه ببینیم. ما امروز اومدیم اینجا چون که دیروز من یه جای رفته بودم، البته قبلا هم رفته بودم، یه پارک خیلی خیلی جای قشنگی بود، ولی دیروز راه رو برعکس رفتم. بعد دیروز پیدا نتونستم اونجا را. بعد اون چون کلا کانال یوتیوب از من از اول ما همین تصمیم داشتم که فقط جاهایی که مرم، مکانهایی که مرم برای بقیه هم معرفیش کنم، ولی بعد به خاطر این آقا نتونستم. ولی امروز بعد از 3 سال تصمیم گرفتم که هم همراه آقا بیایم بیرون، هم ویدیو بگیرم، چون که رو که خیلی کلان هستم. ما هیچ وقت نمیخواستم این ریسک بکنم، اما الان برای تمرینای بیشتر در بیرون، برای تمرینای بیشتر و باش تصمیم گرفتم که ویدیو هم بگیرم و کانال یوتیوب همونطوری که قبلا برنامه ریخته بودم و برنامه‌ای که داشتم و ادامه بدم. و همونطور که دیدین تا اینجایی که ویدیو رو همیشه نگاه میکنه، اونایی که همیشه ویدیو رو نگاه میکنن میدونن که ولاگای روزانه یا مسافرتی اینا درست میکنم. بعد آره تصمیم گرفتم که همون پلان اول برای کانالم داشتم، برای این چنل یوتیوبم هم رو ادامه بدیم و امروز بریم این جای قشنگ رو با هم دیگه ببینیم. از زیاد حرف نمیزنم که حوصله‌تون سر نره و بریم با هم دیگه اینجا قشنگ و زیبا رو میبینیم و لذت میبریم. همونطور که گفتم من بعد از 3 سال اینا تصمیم گرفتم که همراه آقا با هم دیگه هم ویدیو درست کنم و یعنی هم ویدیو بگیرم هم باش بیام بیرون، چون که وقت زیاد نداشتم، برای هم فعالیتم یه ذره کم بود و امیدوارم که این ویدیو زیاد تکان نخوره، به خاطری که آقا رو میبینین نگاه کنین همینطوری میکشه، بعد یکم ویدیو چیز میشه، تکان میخوره. من تمام سعی تلاشم میکنم که این ویدیو رو خوب درستش کنم، خوب بگیرم، خوب ویدیو بگیرم که زیاد تکان نخوره، قابل دیدن باشه. اسم پارکو اینجا براتون میگیرم، براتون میذارم، تورکن شاتس پارک. یه چیز دیگر هم یادم نره برای کسایی که با موتر میایه و اینجا جای پارک زیاد پیدا میشه. این پارک مخصوص اینجا نیسته که رایگان باشه، همینطور توی خیابون هسته مثل جای دیگه. یعنی میخوام بگم که میتونین جای پارک راحت پیدا کنین و ما اون طرف اون جلو پارک کردم. اینجا ورودیشه، اینجا کل جای پارک میتونیم پیدا کنیم و او پایینم که اول واردش میشیم میتونین هر جا پارک کنین. ورودی زیاد از هر جا میتونین داخل بری، داخل پارک.
اینجا جای بچه ها میتونن بازی کنن. اونجا میزن برای فوتبال دستی اسمش یادم نیست. با اینا اینجوری میزنن چون فوتبال دستی از اونای دیگه است. بخاطر همون بریم ما وروکی ادامه بدیم رامونو که اینجا تمام کنیم، کامل ببینیم و کامل بهتون نشون بدیم. رو زمین خیس نشستم، کلان پشتم خیس شد. اشکال نداره. دوستای عزیز حتما لایک یادتون نره، نظرتون در کامنت بنویسین. تا اینجا از نزدیک واقعا قشنگه نسبت به فیلم. بای آقا دیگه باید بره تو آب. یه تیکر میبینین بازی میکنین، جای بازی زیاد داره. اینجا هم که رفتیم دیدیم، اینجا هم که دیدیم، اینا زیاد داره. و قبلیش که اولی دیدیم اولی ویدیو اون یه جای دیگهش بود. همونطور که صحبت کردم هم برای فامیلیا هم برای کسایی که سگ دارن. توی این پارک خوبیش اینه که پارک سگ هم اجازه داره، چون مثل اشتاد پارک که توی وین هست اونجا سگ اجازه نداره و اینجا خوبیشه که میتونی با سگ خانوادت فامیلیت همه با هم بیاین. منظورم کسی که شرایطش مثل ما هست و همینطور برای ورزشکارا. جای پیاده روی خیلی خوب، خیلی زیاد تعریف شد، بس دیگه تعریف نمی‌کنم، فقط نگاه کنین خودتون. از روزهای تعطیلیتون لذت ببرین در طبیعت. من یک کار رو نگاه کنین خودتون، یک کار رو بدون دلیل انجام نمیدم. حالا خوبه این تو گوشی نمونده، اون کجا شکست. آقا کشید گفت بریم این و خانم عکاس داریم اونجا. واقعا برای عکاسی اینا عالیه، فیلم عکاسی. حرفم تمام نشد. این مال میکروفونه که صدا رو میزنی به گوشی، صدا رو ضبط میکنه. گوشی افتاد و اینکه خراب شد. خب شانس آوردم تو گوشی نمون و الان دیگه این صدایی که میشنوین با میکروفون نیست، بدون میکروفونه. زمین فوتبال. Bikin.
رومی. بریم. مثل همه جای وین آب داره و اینجا هم یه کافه رستوران نام هست اگر میل داشتین برین. بله اینجاشو نشون ندادم تو کنم تا ندیدین. اینجاشو دیگه نرفتیم، هنوز تمام نکردم. من خیلی دارم تلاش میکنم که ویدیو رو براتون خسته کن و طولانی نسازم، اما تمام تلاش رو میکنم که همه جا رو براتون نشان بدم و ایرم را گفتن نمانه که دارم خیلی تلاش میکنم هیچ دری گپ بزنم. منظورم ایسته که قاطی پاتی گپ نزنم. میفهمین که منظورم چی هست، همونطوری که ویدیوهای من رو میبینین و میشنوین. البته اشکال نداره به نظر من هر لهجه هر جوری که صحبت میکنم، ولی قشنگیش یک آدم یک سگ پیش بره. ولی من وقتی حوصله دارم اینجوری سعی میکنم که با یک لهجه صحبت کنم، ولی خیلی وقتا نمیشه دیگه. عجله ای صحبت میکنم، همینجوری که همیشه نرمال صحبت میکنم. و ما روکی میتونیم اینجا یکم بشینیم خستگی بگیریم. آره روکی، بعدش بریم خانه که بعدش بریم باشگاه. به خاطر این بیشتر سعی میکنم کامل نشون بدم برایتون اینجا را که وقتی که تصمیم میگیری بتونین راحت تصمیم بگیرین که کجا میخواین برین. مثل من که وقت نداشتم دنبال جای بگردم کجا میخوایم بریم، جای تکراری نه. اطراف خانه من پارک هست ولی خب دیگه نزدیک بود، به هیچ وقتش فکر نکردم. دیروز رفتیم یه جایی دور، آخرم اون جایی که میخواستم و نرفتیم و خش پس برگشتیم بین و گفتم این اتفاق برای کسی پیش نیاد. البته خب برای ما قشنگ تمام شد. خشیم کلی رفتیم گشتیم، دوستا رو دیدیم، رستوران رفتیم، غذا خوردیم و او خلاصه کل خوش گذشت. و اینکه بتونه آدم راحت تصمیم بگیره یه جای مشخصی رو داشته باشه برای یه پیکنیک کوچولو، بهتره که آدم اینجوری راحت تر میتونه تصمیم بگیره برای آخر هفتهاتون، تعطیلیاتون. دیگه سعی میکنم بیشتر جاهایی که میرم برایتون ویدیو بگیرم بذارم. بعضی روزا اخلاق رو که خوب نیست، امروز خوشبختانه اخلاقش خیلی خوب بود، تونستیم با راحتی برایتون ویدیو درست کنم. اما وقتایی که اعصابش خوب نیست، خب مثل ماها دیگه، بعضی روزا هورمونش خوبه بعضی روزا هورمونش خوب نیست. اون روزایی که خوب نیست دیگه یه کمی سخته برایتون ویدیو درست کنم، ولی سعی میکنم که جایی بیشتر براتون معرفی کنم که راحت تر بتونین تصمیم بگیرین و با عزیزانتون در کنار هم خوش باشین، خوش بگذرانین. الان آقا گوش نشده، ما بریم. آره دیگه کم کم بریم سمت خانه. و من که لباس گرم پوشیدم چون خانه سردم بود، یک جورایی احساس سردی میکردم. امروز تازه کافشن هم گرفتم، کافشن هم ماندم داخل موتر و اینکه الان هم احساس گرمی میکنم چون آفتاب واقعا گرمه. و امیدوارم که از این ویدیو امروز خوشتون اومده باشه. حمایت یادتون نره، مثلا لایک و کامنت. خوشحال میشم نظر شما را بشنوم و ببینم و هر نوع پیشنهادات و انتقاداتی که دارین خوشحالم میکنه. لایک یادتون نره رفیقای عزیز. عروسک ما اونجا پارکه، بریم سوارشیم. حسابی راه رفتیم، خوش گذشت، جای قشنگی بود.
و تا ویدیوی بعدی به زودی میبینمتون. بای بای.